انجیل به روایت یوحنا یکی از نخستین گزارشات درباره زندگی عیسی است و در آخر کتاب می‌فهمیم که توسط یکی از نزدیکترین شاگردان مسیح به نام شاگردی که عیسی دوستش می‌داشت نوشته شده. حالا یوحنا بارها در داستان ظاهر میشه و صحبت‌هایی هم بر سر اینکه آیا یوحنا پسر زبدی یکی از 12 نفره یا یوحنای دیگه‌ای که در اورشلیم زندگی می‌کرده و بعداً در کلیسای نخستین به عنوان یوحنای شیخ معروف شده هم هست. هر کدوم از اینها که باشه، کتاب در بردارنده شهادتی عینی و خیلی استادانه با هدفی واضح طراحی شده که تقریباً در پایان کتاب بیان میشه. یوحنا میگه داستان نوشته شده تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح است و تا با این ایمان در نام او حیات داشته باشید. یوحنا معتقد عیسی که در این کتاب دربارش میخونید زنده و واقعیه و اینکه اون میتونه زندگیتون رو برای همیشه عوض کنه. طراحی کتاب خیلی باحاله. نیمه اول با یه مقدمه شعری شروع میشه و یه داستان کوتاه با حجم بزرگی از داستان‌هایی درباره عیسی که آیات و معجزات انجام میده و بحث و جدال زیادی راه میندازه و همه در بزرگترین معجزه عیسی زنده شدن ایلعازر به اوج میرسه که بزرگترین بحث و جدال رو ایجاد میکنه، به طوری که رهبران اسرائیل تصمیم میگیرن عیسی رو به قتل برسونن که نیمه دوم کتابو کلید میزنه. این باب‌ها روی شب آخر عیسی و سخنان آخر او به شاگردان تمرکز میکنه که به دنبال اون دستگیری، محاکمه، مرگ و قیامش رو داریم. کتاب با یه خاتمه تموم میشه. در این ویدیو فقط به نیمه اول میپردازیم. کتاب با یه مقدمه 2 قسمتی شروع میشه. اول با یه شعر، در آغاز کلمه بود، که اشاره‌ای واضح به پیدایش باب 1 وقتی خدا همه چیز رو با کلامش آفرید میکنه. حرفای یه آدم جدا از خودش هستن ولی بازم تجلی ذهن و اراده اون هستن. پس یوحنا میگه که کلمه خدا با خدا بود، یعنی مجزا بود، ولی در عین حال کلمه با خدا بود، یعنی الهی بود. و وقتی روی این ادعا تأمل میکنیم میبینیم که در ادامه شعر این کلمه الهی در عیسی انسان شد. بعد یوحنا ادامه میده تا به داستان خروج برسه. اشاره میکنه که عیسی خیمه خدا در میان ماست. حضور پرجلال الهی که بر صندوق عهد میخرامید در عیسی انسان شد که به ادعای آخرش منتهی میشه که خدای واحد اسرائیل، خدای پدر و خدای پسره که انسان شد تا پدر رو به ما آشکار کنه. در حالی که به این ادعاهای شگفت‌انگیز توجه میکنیم، بعدش داستانی درباره اولین ملاقات یحیای تعمید دهنده با عیسی رو میخونیم و اینکه چطور افراد دیگر رو هدایت کرد تا عیسی رو ملاقات کنن و شاگردش بشن. و یکی یکی وقتی مردم با عیسی ملاقات میکردن فکرشون رو بلند درباره اینکه عیسی کیه اعلام میکنن و در این یه باب 7 لقب به عیسی داده میشه. حالا این القاب ما رو برای رویارویی با علاقه یوحنا به عدد 7 و استفاده از اون برای طراحی این کتاب آماده میکنه، ولی روی هم رفته همشون حرفشون یکیه، اینکه عیسی انسان کامل، اهل ناصره، پادشاه مسیحایی و معلم اسرائیل و پسر خداست که برای گناهان جهان میمیره. این ادعای بزرگی در مورد یه نفره و یوحنا حالا ادامه میده تا با توجه به داستانهای باب 2 تا 12 این ادعا رو تایید کنه. همشون بر پایه یه طرح اساسی هستن. عیسی یا معجزه‌ای میکنه یا درباره خودش ادعایی میکنه و اینها به بحث و جدل و سوء تفاهم منتهی میشه و در پایان هر داستان مردم باید درباره این که فکر میکنن عیسی کیه تصمیم بگیرن. قسمت اول نشون میده که عیسی با 4 رسم یهودی روبرو میشه و در هر مورد نشون میده که او حقیقتی است که هر 4 رسم بهش اشاره میکنن. عیسی در عروسیه که شراب تموم میشه. عیسی خمره‌های بزرگ آب که در مجموع 450 لیتر رو به شراب ناب تبدیل میکنه و رئیس مجلس به داماد میگه شراب ناب رو تا لحظه آخر نگه داشتی. البته که درسته و یوحنا این رو اولین معجزه عیسی مینامه. به عبارت دیگه این یه نماده که چیزی رو درباره عیسی آشکار میکنه. همونطور که اشعیا میگه پادشاهی مسیحایی مثل مهمانی میمونه پر از شراب مرغوب. پس این نخستین نشانه معجزه آسا سخاوتمندی پادشاهی عیسی رو آشکار میکنه. بعد عیسی به معبد اورشلیم میره، جایی که قرار بود آسمان و زمین یکی بشه و خدا قومش رو ملاقات کنه. و عیسی اقتدارش رو بر معبد اعمال میکنه، همه صرافان رو بیرون میکنه، جلوی قربانی دادن رو میگیره و وقتی رهبران معبد تهدیدش میکنن میگه این معبد را ویران کنید که من 3 روزه آن را باز برپا خواهم داشت. عیسی ادعا میکنه که مرگ قریب الوقوعش در واقع زمان یکی شدن زمین و آسمانه. معبد واقعی بدن خودشه که کشته میشه. بعد عیسی تمام شب رو با یک معلم یهودی به نام نیقودیموس صحبت میکنه که اون فکر میکنه عیسی هم مثل خودش فقط یک معلم یهودیه
ولی عیسی میگه اسرائیل نیاز به چیزی بیش از یک معلم با اطلاعات جدید داره. اسرائیل نیاز به قلبی تازه و زندگی جدید داره، یا طبق کلامش تا کسی از نو زاده نشود نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. عیسی معتقده که انسانها در تار خودخواهی و گناه گرفتار شدن که به مرگ منتهی میشه، ولی او همچنین میدونه که خدا این جهان رو دوست داره. برای همین او اینجاست تا تولدی تازه و یه شانس جدید برای زندگی بهشون بده. از اینجا عیسی به شمال میره و به چاهی میرسه و با یه زن سامری غیر یهودی هم صحبت میشه و اونا شروع به صحبت راجع به آب میکنن که عیسی از اون به عنوان تمثیلی از خودش استفاده میکنه. او میگه اومده تا آب حیات بیاره که میتونه منبع حیات ابدی بشه. حالا در یوحنا این کلمه اشاره به کیفیت جدیدی از زندگی میکنه، کیفیتی که با محبت ابدی خدا گره خورده و زندگییه که از حالا شروع میشه و تا آینده باقی میمونه. بعد از این یوحنا یه مجموعه از داستانهای دیگر رو طراحی کرد که در طی 4 روز یا 4 عید مقدس یهودی اتفاق افتاد و دوباره عیسی از تصاویر مربوط به عید استفاده میکنه تا خودش رو معرفی کنه. عیسی اول یه مرد فلج رو در روز سبت شفا میده که باعث ایجاد بحث و جدل با رهبران یهودی درباره کار کردن در روز استراحت میشه و عیسی میگه پدرش در روز سبت کار میکنه و او هم همینطور و اونا منظورشو گرفتن که او خدا رو پدر خطاب میکنه، خودش رو با خدا یکی میکنه، پس برای همین اونا میخوان بکشنش. داستان بعدی موقع پسح اتفاق میفته، عیدی که داستان خروج اسرائیل رو با خوراک بره، نان و شراب بازگو میکرد و عیسی معجزه‌وار غذا برای هزاران نفر تهیه میکنه که در نتیجه مردم از او نان بیشتری میخوان. و بعد عیسی ادامه میده و میگه که او نان حقیقیه و اگه اونا این نان رو بخورن حیات ابدی خواهند داشت و این خیلی از مردم رو رنجوند که دیگه ازش پیروی نکردن. بعد از این یه سری داستان در اورشلیم موقع عید خیمه ها اتفاق افتاد که داستان سرگردانی اسرائیل در بیابان رو بازگو میکرد که خدا در ستونی از ابر و آتش هدایتشون کرد و در بیابان براشون آب تهیه کرد. عیسی در حیات معبد میسته و میگه هر کس تشنه است نزد من آید و بنوشد و بعد از اون میگه من نور جهانم. او ادعا میکنه حضور روشنایی بخش خدا و هدیه نجات دهنده خداست برای قومش. پس عده‌ای ایمان میارن و ازش پیروی میکنن، ولی بقیه ناراحت میشن و هنوزم عده‌ای به خاطر این ادعاهای بزرگ میخوان بکشنش. آخرین داستان عید در زمان هنوکا رخ داده که به معنی وقف مجدده. درباره یهودای مکابی هستش که معبد رو از بت‌ها پاک میکنه و یه بار دیگه معبد رو وقف میکنه و عیسی به محوطه معبد میره و میگه او کسیه که خدا به عنوان قدوس خدا وقف کرده و معبد واقعی که حضور خدا درش ساکنه خودشه. همچنین میگه من و پدر یک هستیم. این باعث میشه رهبران اورشلیم خیلی عصبانی بشن. اونا نقشه‌ای میکشن تا عیسی رو بکشن. پس عیسی از شهر به یه جای خلوت میره. حالا همه این درگیری‌ها در آخرین معجزه عیسی به اوج میرسه. عیسی میشنوه که دوست عزیزش ایلازر بیماره، ولی خانواده‌اش نزدیک اورشلیم زندگی میکنن که حالا تبدیل به تله مرگ عیسی شده. عیسی میتونست دور بمونه و زندگی خودشو نجات بده، ولی او ایلازر رو دوست داره. پس وقتی میشنوه ایلازر مرده، میره تا اونو از مرگ زنده کنه و اون رو از درون قبرش به زندگی برمیگردونه، با علم بر این که به قیمت جونش تموم میشه. خبر این معجزه شگفت‌انگیز به سرعت همه جا پخش میشه و همونطور که عیسی انتظارشو داشت به گوش رهبران اورشلیم میرسه و توطئه قتل عیسی رو میچینن. پس به عنوان پادشاه اسرائیل به اورشلیم میره که توسط قوم خودش رد میشه. خب این نیمه اول یوحنا به پایان میرسه با این داستان درباره اینکه عیسی جون خودش رو به خاطر محبت به دوستش فدا میکنه و این البته نشونه‌ای در اشاره به صلیبه که در قسمت بعدی بیشتر بهش میپردازیم، ولی فعلا این نیمه اول انجیل یوحنا بود.